برای ژورنالیستان و بلاگران ناحیه‌های رودکی، وحدت و فیض‌آباد سمینار آموزشی برگزار شد. در سمینار 15 نفر ژورنالیستان و بلاگران اشتراک نمودند. با آنها ترینران جاوید مقیم و رعنا باباجانیان در موضوع انعکاس مسائل گندری در وسایل اخبار عامه درس گذاشتند. سمینار مذکور به ژورنالیستان امکانات داد تا کار با معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستیک، عملهای اجازه شده و ممنوع در ژورنالیستیک، دلیل سنجی، کار در شبکه‌های اجتماعی و انعکاس موضوع زوراوری، ترندهای نو ژورنالیستی و دیگر موضوعها دوام 2 روز آموزند و در میانبر فعالیت کاری خود استفاده برند. روزنامه‌نگاران از مشکل‌های انعکاس موضوع زوراوری و گندری در منطقه‌های خود گفتند و از ترینران مصلحت گرفتند. در گروه‌ها کار کرده وظیفه داده ترینران را به خوبی برآمدند. در این سمینار از حساب ژورنالیستان با تجربه همین منطقه 3 منتور انتخاب کرده شد. منتوران با همراهی ژورنالیستان کار کرده برای آموزش موضوعشان مصلحت می‌دهند. اشتراکچیان سمینار باید هر یک نفر در دایره لایحه یک مواد آماده کند. این سمینار آموزشی توانست برای ما یک نوع معلومات مکمل حقوقی بدهد، توانست دانش‌های حقوقی، معرفت حقوقی ما را بلند بردارد و توانست ما را مسئول کند که وابسته به قضیه خانوادگی یعنی خشونت ظاهر شده یا زوراوری در کارگاه در جامعه نسبت به قضیه روزگار کسی که گرفتار خشونت و نابرابری حقوقی گشته است در کنار نباشیم. زوراوری در عائله از معماهایی است که سال تا سال بیشتر دامن پهن کرده ایستاده است. حالا جامعه جهانی آن را چون مسئله داغ روز اعتراف کرده است. تا این دم سندهای زیادی بین المللی اوید به این مسئله قبول شده است. جمهوری تاجیکستان نیز دارای به این مسئله برنامه و سندهای زیاد را قبول کرده است. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله، کنونسیون درباره برهم دادن تمام تبعیض نسبت زنان، درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه، سمت‌های اساسی سیاسی دولتی برای تامین حقوق و امکانات‌های برابری مردان و زنان در جمهوری تاجیکستان قبول شده است. چون روز اولی سمینار در مورد اصلا برابری گندری صحبت زیاد رفت، در این مسئله ما در حقیقت خیلی چیز رو آموختیم. در اینجا به طور مشکافانه کارشناسان در مسئله رعایت برابری گندری یا رعایت نشدن برابری گندری صحبت ها انجام دادند و راه‌های یا طرز نوشت خبرگزاریش، تهیه مواد تلویزیونی رو برای ژورنالیستان ساحه‌های گوناگون فهمانیدند که من فکر میکنم این برای باز هم بلند برداشتن معرفت ژورنالیستان در مسئله تهیه اخبار، تهیه موادهای ژورنالیستی، هم روزنامه، هم مطبوعات دوری و هم مطبوعات الکترونی مساعدت میکند. لایحه از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد و در دایره تشبث نور روشنایی در تاجیکستان عملی کرده می شود. تشبث نور روشنایی یک شریک گلوبالی و بسیار ساله بین اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد می باشد و مقصد اساسی این تشبث از بین بردن همه شکل زوراوری نسبت زنان و دختران تا سال 2030 است. و موضوعی که امروز طی 2 روز در اینجا مطرح شد باید گفت که این یک موضوع روزمره در جامعه جمهوری است، یعنی که موضوع گندری و از اون خاطر امروز روزنامه‌نگاران جمع شدند و هر آن چی را که از کارشناسان از دیگر متخصصان ساحه برخوردار شدن برای در آینده در رسانه‌های خبری، در روزنامه‌های محلی و روزنامه‌های جمهوریوی تا اینکه مقاله‌های به چاپ دهند که به فایده برای بهتر گرداندن فعالیت زنان در جمهوری باشد. تشکیلات جمعیتی اسوسیاسیون زن و جامعه در همکاری با اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم تطبیق لایحه را به عهده گرفته است. لایحه در 7 منطقه مقصدناک تشکیل کرده شده است. ژورنالیستان ناحیه‌های رودکی، وحدت و فیض‌آباد دوام 2 روز دانش‌های خود را در ساحه گندر زیاد نموده در آینده برای بهتر نمودن کار ایجادی خود استفاده می‌کنند. گزارش نصیب جان ابویب و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.